به توکل نام عظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که داریم توی دوره اولین های ایتا از همدیگه یاد میگیریم. اینجا میخوام مسیر کسب درآمد از ایتا رو بهتون بگم و بهتون تبریک میگم که روی خودتون سرمایه گذاری کردین و اومدین جزو اولین های ایتا باشین. اومدین که زندگیتون رو تغییر بدین. اومدین که با کسب و کار اینترنتی انشالله بهترین درآمدها رو داشته باشین. دوره جامع درآمد از ایتا قرار 0 تا 100 چیزی که شما نیاز دارید برای درآمد از ایتا رو بهتون بگم. یعنی قدم به قدم با برنامه قرار با هم پیش بریم. هر ابزاری که نیاز دارید، هر نگرش و نوع نگاه و باوری که شما نیاز دارید برای درآمدزایی من بهتون میدم. واسه همین میخوام از جلسه 0 شروع کنم و اسم این جلسه رو گذاشتم جلسه 0. ذهنیت و باور و هدف گذاری. شاید بگید که چه ربطی داره ایتا به هدف گذاری و باور؟ جلوتر بریم خودتون متوجه میشین و متوجه میشین که توی زندگیتون همین به کار میره، تو بازارهای سنتی هم به کار میره، تو بازار اینترنتی هم خیلی تأثیر گذاره. خب با هم دیگه میریم جلو. فصل 0. هدف این دوره چیه و مسیر کلی چیه؟ ببینید ما چند تا جاده داریم، نمیدونیم که از چه مسیری توی ایتا کسب درآمد کنیم، از چه کانالی، با چه روشی. واسه همینه که میخوام مسیر کلی این دوره رو بهتون بگم. اولین چیزی که شما اینجا آموزش میبینید خب ذهنیت و هدف تو همین جلسه. جلسات بعدی حوزه کاریتون رو مشخص میکنم و چند تا ایده بهتون میدم توی زمینه‌های خدماتی، تو زمینه کانال‌های آموزشی، کانال‌های فروشگاهی و کانال‌های عمومی بهتون ایده میدم که شما باید انتخاب کنید کجا میخواین کار کنید. تو فصل بعد در مورد تولید محتوا، تولید محتوای متن، تولید محتوای عکس، ویدیویی، چه علائم نگارشی باید رعایت کنید، در روز چند تا باید متن قرار بدید در کانالتون. در مورد همه اینا صحبت میکنیم. تبلیغات اصولی، چند نوع تبلیغات داریم در ایتا، کدوم روش بهتره، چه بنری بزنم، با چه استراتژی برم جلو، در مورد همه اینا صحبت میکنیم. در مورد فروش و تکنیک های فروش، کمپین فروش، فروش در دایرکت، همه اینا رو بهتون قراره بگم. و تکرار این چرخه. برای درآمد از ایتا نیاز به این سرفصل ها داری و تکرار این چرخه ها که به درآمد خوبی برسی. حالا تو این دوره چه چیزایی یاد میگیریم؟ ذهنیت و هدف، اصول اولیه ایتا، یعنی حتی بهتون میگم که چطور کانال بزنید، باید چه آیدی انتخاب کنید، چه بایوگرافی بنویسید، چه اسمی انتخاب کنید. همه اینها رو بهتون میگم. ابزارهای ایتا رو بهتون آموزش میدم تو فصل اول. تولید محتوا، تبلیغات و فروش رو هم بهتون آموزش میدم. تو اسلاید قبلی بهتون گفتم. حالا لازمه بدونی که از چه کسی داری آموزش میبینی. شاید خیلی ها منو نشناسن یا خیلی ها مینی دوره رایگان ما رو ندیده باشن یا تو کانال پیام ها رو نخونده باشن. بنده حسین سیدی هستم، 26 ساله، معلم پایه 6م، کارمند آموزش و پرورش و حدود 7 ساله که تو فضای مجازی و آموزش فضای مجازی دارم فعالیت میکنم. از زمانی که تلگرام، اینستاگرام وجود داشت و در سایت هم فعال هستیم. 1500 تا دوره آموزشی داریم، 1500 تا دانشجو داریم که در دوره‌های آموزشی ما شرکت کردن. مشاور بیش از 500 تا پیج اینستاگرامی بودم و راه اندازی مجموعه عطارباشی با 5 نماینده و 10 نفر ایجاد شغل که عطارباشی رو حالا بهتون جلوتر توضیح میدم که داستانش چیه. ما بدون محصول داریم کار میکنیم در اینستاگرام و جدیداً وارد ایتا هم شدیم که خدا رو شکر نماینده های ما هم دارن کار میکنن و کارمندای ما هم دارن کار میکنن و هر کدوم درآمدهای خیلی خوبی دارن فقط از طریق اینترنت. و شروع فعالیتمون تو عطارباشی رو داریم و حدود 7 سال سابقه آموزش در زمینه دیجیتال مارکتینگ و خیلی خوشحالم که داری این دوره رو میبینی. جز اولین هایی که داری دوره درآمد از ایتا میبینی و جلوداری، پرچمدار کسایی هستی که وارد ایتا شدن. پس با دقت این دوره رو ببین، خیلی ارزشمند این دوره و مطالب رو مو به مو اجرا کن که توی ایتا بتونی سریعتر تا الانی که رقیب تو بازار نیست، بزرگای بازار هنوز تو ایتا نیومدن، برندها هنوز وارد نشدن، ما جز اولین هاییم.
قراره که با این آموزش ها کانال هاتون رو سریعتر راه بندازین و به درآمد برسین. جلسه صفرم بچه ها، ذهنیت و باور. جلسه ما رسمی شروع شد. جلسه صفرم، ذهنیت و باور، هدف گذاری. قرار اول برات در مورد ذهنیت و باور صحبت کنم. اینکه ذهنیت ما در مورد خودمون چیه، در مورد فعالیت بازار اینترنتی چیه، چه ذهنیت هایی داریم، اصلا چه تأثیری داره. شما فرض کنید میخواید یه کاری رو انجام بدین، ذهنیتتون نسبت به اقدام اون کار چیه؟ میترسین شروع کنین؟ چه چالش هایی دارین؟ نگاهتون به اون کار چیه؟ همه اینا مهمه و پایه کار بچه‌ها ذهنیت و باور. اگه این خراب باشه تا آخر مسیر شما به مشکل میخورین، به چالش میخورین. حتما این جلسه رو خوب دقت کنین. میخوام هدف گذاری هم بهتون بگم که بدونیم مثلا کجا قراره بریم، به چی میخوایم برسیم. این خیلی مهمه. ذهنیت و باور. ذهنیت و باور بچه ها پایه و اساس موفقیت. چرا؟ چون افکار تبدیل میشن به اجسام. شاید در مورد قانون جذب شنیده باشی که ما به هر چیزی که فکر کنیم به اون میرسیم. دقیقاً قانون جذب همون RAS مغزمونه که قانون توجهه. ما به هر چی فکر کنیم، به هر مقدار درآمدی فکر کنیم، به همون میرسیم. مثال میزنم، مثلا شما قصد اینو دارین که یک ماشین مثلا پژو پارس بخرید. از اون روزی که وارد بازار میشی، تو خیابونا میگردی، میبینی بیشتر ماشین پژو پارس رو داری میبینی، در حالی که قبلا هم میدیدی ولی الان بیشتر توجه میکنی. یا میخوای برای خونت کابینت بزنی، میری تو خیابون میگردی، تمام فروشگاه‌های کابینتی و مغازه‌های کابینتی میبینی. این یک دلیل داره، چون فکر و ضمیر ناخودآگاه ما داره بهش فکر میکنه. و ذهنیت و باور پایه و اساس موفقیت. تو این جلسه میخوایم اینو یاد بگیریم. باورها چطوری به وجود میان؟ باورهای ذهنی ما، مثلا باور ما نسبت به پول، نسبت به ثروت چیه؟ یه لحظه فکر کن، من از خودت همین الان میپرسم، نسبت به پول چه ذهنیتی داری؟ آیا فکر میکنی که پول باعث فساد میشه یا نه پول باعث پیشرفت میشه؟ یا بستگی به هر کسی داره که چطوریه. حالا چجوری به ما اینو آموزش دادن؟ تمام فیلم ها، تمام سریال هایی که ما دیدیم، تمام آموزش هایی که ما از بچگی دیدیم که تو ذهنیت و باور ما تأثیر میذاره، نشون میده که پول باعث فساد میشه. واسه اینه که اصلا به پول زیاد فکر نمی کنیم. مثلا شما تو فیلم ها و سریال های ایرانی بری ببینی، هر کسی که پول داره آخر عاقبت خوبی نداره، یا فرزند مثلا معتادی داره، یا تهش به خودکشی و طلاق و اینا ختم میشه. فیلم ها رو بررسی کنید. اسمای فیلم ها رو نمیگم، ولی خودتون بریم بررسی کنین کاملا مشخصه. و این باور تو ما نهادینه میشه و خیلی خطرناکه. باور ما نسبت به کسب و کار اینترنتی چیه؟ مثلا میگیم نه ما بلد نیستیم کسب و کار اینترنتی انجام بدیم، کار من یکی نیست، تو دور اطراف ما کسی نبود که کار اینترنتی انجام بده، پس منم نمیتونم. ما پدرای ما، عموهای ما، کل خاندان ما تو کسب و کار اینترنتی نیست، پس من هم نمیتونم. واقعا ذهنیت و باورت اینه، موفق نمیشی. من میخوام امروز اینا رو اصلاح کنم. اول میخوام این زمین رو حاصل خیز کنیم، تمام آفت‌هاشو بکشیم، بعد بکاریم که بعداً برداشت کنیم. این الان زمینه کاره. باور ما نسبت به توانایی‌های خودمون چیه؟ آیا واقعاً باور داری که میتونی یه کاری رو انجام بدی؟ باور داری که از روح خدایی تکه‌ای از خدا هستی که میتونی هر چیزی رو، هر غیر ممکنی رو ممکن کنی؟ این باور تو ذهنت هست یا نه؟ میگی من فقط یک کار معمولی داشته باشم، یک درآمد معمولی داشته باشم. از خودت اینها رو بپرس. میخوام که روی کاغذ بیاری باورهایی که از قبل داشتی و باورهایی که قرار از الان بهش فکر کنی. نسبت به توانایی ها چه باوری داری؟ میتونی کاری رو انجام بدی یا نه؟ تو چه فرقی با برادران محمدی داری که صاحبین دیجیکالا هستن؟ اونها با یک سایت 100,000 تومانی شروع کردن، با مقایسه دوربین های گوشی شروع کردن و الان چند میلیارد در روز فروش دارن.
مگه اونها از کره ماه اومدن؟ مگه اونها بیشتر از 24 ساعت در روز وقت دارن؟ مگه اونها خونشون رنگین تره؟ مگه استعداد خیلی شگرف و خارق‌العاده‌ای دارن؟ نه. به نظر من همه در یک سطحیم تقریبا. حالا یه مقدار هوش و استعداد بالا و پایین میشه، ولی به ذهنیت و باور بستگی داره که ما چی تو خودمون میبینیم. این خیلی مهمه. باورهای سازنده. بچه‌ها الان میخوام یه چند تا باور سازنده بهتون بگم، اینها رو تو خودتون تقویت کنید. قطعاً تو آینده تو هر زمینه‌ای بهتون کمک میکنه. اینجا که کسب و کار در مورد ایتاست و قراره که ما اینو با هم جلو بریم، ولی اینا هم به دردتون میخوره بچه‌ها. 0 و 1 نباش. یعنی چی 0 و 1 نباش؟ یعنی یک روز تصمیم نگیر و پر انرژی و پر هیجان نباش برو مثلا در روز 12 ساعت کار کن، ولی یه روز بیا فس باشی و هیچ کاری انجام ندی. مثل این نمودار سینوسی نباش، یه روز اینجا صفری یه روز اینجا صدی، یه روز اینجا صفری یه روز اینجا صدی. این نتیجه نمیده. ما باید انگیزمون رو روی یک خط صاف حفظ کنیم، روی یک عدد ثابتی حفظ کنیم و نذاریم از یه خطی پایین بیاد. نباید بذاریم از این خط پایین تر بیاد انگیزه ای ما. دلیلش رو بهت میگم. چون دقیقاً به اندازه روز اول دوباره باید انرژی بذاری اینجا، دوباره اینجا باید انرژی بذاری. چرا؟ 0 و 1 نباش. یه روز خیلی خوب یه روز خیلی بد و انگیزه تو حفظ کن. اثر مرکب بالاخره نتیجهشو میده. اینو در ادامه میخوام بگم. اینجا رو ببین. اینجا اگر دستاوردهای ما باشه، اینجا اگه زمان باشه، شاید شما شروع کارتون به اندازه تلاشی که میکنید نتیجه نگیرید، ولی نباید ناامید بشین، نباید 0 و 1 بشین. باید استمرار داشته باشین، باید تلاش کنین، نباید رها کنین. موفقیت تو رها نکردنه. اینجا دره ناامیدیه که ما هر چی کار انجام میدیم زمان میگذره میبینیم هیچ نتیجه‌ای نمیگیریم، همینطور میریم جلو. نباید ناامید بشیم. یه دفعه اثر مرکب، کارهای کوچیکی که انجام میدیم مثل یک درخت بامبو که 5 سال اول رشد نداره، بعد 5 سال یهو چندین متر رشد میکنه. اینجا رشد ما شروع میشه. این پاداش رها نکردن ماه. شما بعدا میری جلو کانال میزنی، محتوا میذاری، تبلیغات میکنی، میبینید 1 ماه اول نفروختی. اینجا باید ناامید شی؟ اینجا باید ول کنی کارو؟ نه، باید اقدام کنی، یه بازخوردی بگیری، اگر دیدی کارت اشتباهه اصلاح کنی اون کارو، ببینی کجای کارت میلنگه. شاید محتوای خوبی نمیذاری، شاید تبلیغاتت اصولی نیست، شاید تاثیرگذاری خوبی نداری، شاید کم داری آموزش میبینی. باید اینو اصلاحش کنی، دوباره اقدام کنی. پس نباید رها کنی اگر هدف داری واقعا. حالا جلوتر در مورد هدف گذاری صحبت میکنم. زود ناامید نشو. دقیقاً من میخوام این باور رو در تو ایجاد کنم که سریع نباید ناامید بشی. نگاه کن، خیلی از مردم انتظار دارن که مسیر موفقیت اینه، یه خط صاف. امروز شما دارید آموزش میبینید، فردا میرین کار انجام میدین، به موفقیت میرسین. همین اول کار بهتون بگم اصلاً اینطوری نیست. مسیر موفقیت اینه، وارد میشی، شروع کارت به یه مشکلی میخوری، به یه مانعی میخوری، به یک چالشی میخوری، اینجا بازخورد میگیری و دوباره میای اینجا اصلاح میکنی، دوباره میری جلوتر، یه شکست دیگه، میری جلوتر، مشتری نمیخره، بررسی میکنی چرا نخرید، کجای کارم اشکال داره، چرا از بقیه دارن میخرن، میری جلوتر، دوباره به یک مشکل، دوباره یک مانع. و زندگی دقیقا همینه. اصلا اگر این سرعتگیرا و چالش های مسیر نباشه ما خوابمون میبره تو مسیر. باید این چالش ها باشه، باید اینها باشه که باعث رشد ما باشه. چرا که چالش باعث رشد میشه، چالش قوی ترمون میکنه. آیا این کاری که میخوام بهتون بگم تو ایتا بخواین درآمدزایی کنید کار راحتیه؟ اول کار بگم بچه ها، کار راحتی نیست. چرا؟
کدوم کار راحته؟ شما یه کار برای من مثال بزن که راحت باشه. کارمندی آیا راحته؟ آیا راحته که هر روز صبح ساعت 7 بری یه جایی، ساعت 2 برگردی و هر روز تکراری این کار رو انجام بدی، هر روز تکراری این کار رو انجام بدی و یک رئیس داشته باشی که هر روز بهت بگه این کار رو انجام بده؟ راحته؟ آیا مردم بیان و ازت هی کار بخوان اون مکانی که داری کار میکنی و هر روز سرت شلوغ باشه؟ این کار راحتیه؟ کارمندی راحته واقعا؟ پزشکی راحته؟ خوندیدن راحته؟ شیفت وایستادن راحته؟ درسی که باید برای پزشکی بخونی 10 سال 15 سال باید درس سنگین بخونی، آیا راحته؟ فقط به درآمدش نگاه نکنین. کارگری راحته؟ من خودم چندین سال کارگری کردم، توی نجاری کارگری کردم، توی تعویض روغن کارگری کردم، کوره آجرپزی، باغ‌های پرتقال، باغ‌های هلو، چندین سال. آیا واقعا راحت بود؟ ساعت 5 صبح ما میرفتیم سر کار. راحت نیست، هیچ کاری راحت نیست. ولی اینجا خیلی رشد سریع‌تره. اینجا محدودیت مکان و زمان نداری، هر جایی هستی اگه واقعا یک کسب و کار خوب درست کنی واریزی میاد برات. اینجا سرمایه خیلی زیادی نمیخوای. الان شما بخوای بیرون یه کاری راه بندازی چقدر باید سرمایه بذاری؟ حداقل 100 میلیون تومان. یه جایی رو باید اجاره کنی تو بازار، ریسک داره بازار. بخوای کارمند بشی چندین سال باید درس بخونی. ولی اینجا چی؟ تخصص خاصی ازت نمیخواد، همین آموزش میبینی و تمام. حالا بعدن آموزش های تخصصی فروش درسته داره، آموزش تخصصی تبلیغات درسته داره، باید ببینی. ولی فقط آموزش دیدن و اقدام کردنه. سرمایه زیادی نمیخواد ازت، مکان خاصی ازت نمیخواد. پس کار راحتی نیست، ولی زمان باید بذاری. به عنوان شغل اصلیت باید ببینیش، نه اینکه بگی خب اینم هست دیگه در کنار کارهای دیگه. اینجوری بگی درآمدهای بالا رو نمیبینی. اصلا اینجا به درآمد پایین فکر نکن، بالای 20 میلیون تومان فکر کن. چون نمونه هایی که من براتون میارم در ادامه تماما درآمدشون بالای 20 میلیون تومانه در ایتا. اینم که مسیر موفقیته که باید برنامه‌ریزی کنیم، بعد اجرا کنیم، بعد به یک مانعی میخوریم، بازخورد میگیریم. چرا به این مانع خوردیم؟ حالا چجوری حلش کنم؟ آیا باید غر بزنم که چرا من نفروختم؟ چرا تبلیغاتم جواب نمیده؟ یا برم دنبال راه حلش بگردم؟ دوباره به یک مانعی میخورم، ایراد نداره، نباید رها کنیم. تلاش برای مثبت اندیشی، اینجا میام دوباره آموزش میبینم، دوباره روی خودم کار میکنم و دوباره میرم اون کار رو ادامه میدم. شاید تو مسیر افسرده بشی، شاید تو مسیر ناامید بشی، شاید اعتماد به نفست بیاد پایین، شاید یکی بهت بگه تو نمیتونی، شاید خودت دوباره اون باورهای قدیمی بهت حمله کنن، بگی تو که نمیتونی، کسی تو خاندانت اینجوری نبود، تو برای ثروتمند شدن ساخته نشدی، تو برای این کارا ساخته نشدی. اینها همه بهت شاید حمله کنن و این طبیعیه. الان بهت دارم این آگاهی رو میدم که تو مسیر بچه‌ها این اتفاقا براتون میفته. شما باید ببینید چجوری میخواین مواجه بشین با این. حالا بعد این همه سختی میبینی یه دستاوردی داری، یه فروش ثبت میشه، یه تبلیغات میری جواب میده، میگی پس شد. وقتی یکی تونستم بفروشم چرا 10 تا نفروشم؟ چرا 100 تا نفروشم؟ اینجایی که دستاورد اتفاق میفته و میای انگیزه رو بیشتر میکنی یا تلاشت رو بیشتر میکنی و اینجا بهینه سازی رو انجام میدی و به موفقیت میرسی. اینه مسیر موفقیت، نه یه خط راست. ارزش وقت گذاشتن داره کار تو ایتا. یه لحظه پیش خودتون فکر کنین، بهتون وقت میدم. آیا ایتا یا کلا فضای مجازی، اینترنت، ارزش وقت گذاشتن داره که من بیام روزی 3 ساعت 4 ساعت زمان بذارم روش، یا وقت تلف کردنه؟ و با کارهای دیگه مقایسش کن، با کارمندی، با کارآفرینی، با کار تو بازار، با اینها مقایسش کن. یک لحظه با خودت یه فکر کوچیک بکن. ببین ارزش اینو داره که بخوای رو ایتا وقت بذاری؟
حالا انتخاب کن. بذار من در موردش بهت بگم. ببین، شما بخوای بیرون کار انجام بدی، گفتم به سرمایه زیادی نیاز داری، به مکان نیاز داری و به همه اینا و ریسک بازار. بخوای کارمندی رو ادامه بدی، نمیگم از کارمندی بیا بیرون، خدای نکرده اگر کارمندین، اگر کارگرین، هر شغلی دارین، به همون کارتون ادامه میدین، در کنارش این کار ایتا. چرا؟ چون هر جا هستی در روز 3-4 ساعت وقت بذاری جواب میگیری. عمیق 3-4 ساعت ها، نه 3-4 ساعتی که داری مثلا با گوشی بازی میکنی یا داری پلی استیشن بازی میکنی یا داری کتاب میخونی بیای در کنارش ایتار داشته باشی. نه، 3-4 ساعت مفید. شما فرض کن یه پیج آموزشی داری، 10,000 تا ممبر داری. از این 10,000 تا اگر شما ماهی یک بار فقط دوره آموزشی 500,000 تومانی بفروشی و 100 نفر از بین این 10,000 تا از شما بخرن، ماهی 50 میلیون تومان درآمد داری. یه پیج فروشگاهی شما اگه روزی 10 تا سفارش ثبت کنید، 10 تا 50,000 تومان هم سود روی اون محصول بگیری، روزی 500,000 تومان سود میکنی. این عددا اصلا عددهای بزرگی نیست تو فضای ایتا. همچنین پیجای خدماتی، پیج کانال‌های عمومی. پس ارزش اینو داره اینجا وقت بذاری و من ازت میخوام اول کار ذهنت آماده بشه که برای ایتا واقعا وقت بذاری، چون قراره بعداً بریم جلوتر. من یه سری تمرین ها بهتون میدم، آموزش های فروش میدم، آموزش های تبلیغات میدم. شما بازخورد میخوام ازتون، باید برید اقدام کنید و به من نتیجه رو بگین که الان چه اتفاقی افتاده رفتی این کار رو انجام دادی. پس اول کار بهتون میگم بچه‌ها واقعا به عنوان شغل اصلیتون بدونین، چون درآمد واقعا زیاده اینجا. فکر نکن که هیچ درآمدی نیست اینجا. هستن رفیقای من که بالای 300 میلیون 400 میلیون درآمد در ماه دارن. کانال های فروشگاهی هستن که بالای 100 میلیون تومان درآمد دارن. چرا تو اونی نباشی که این درآمد داشته؟ مگه چی کم داری شما؟ و به عنوان شغل اصلیت بدون خواهشاً. حدود 4 گانه تلاش. اینو میخوام بهتون بگم و دلم میخواد جز دسته 1 تا 3 نباشین. دسته اول کسایی هستن که هیچ کاری نمی کنن، هر چی تو مسیرشون باشه میپذیرن، میگن همین خوبه، استاد بهونه تراشیان. یعنی هر چیز، هر کاری بهشون بگی بهترین و خوشگلترین بهونه ها رو واسهتون میسازن که اون کار رو انجام ندن. این آدما هیچ کاری نمیکنن، زنگ میذارن که صبح زود باشن ولی دوباره اون زنگ رو قطع میکنن. بچه اینو بخونین. اتفاقا هیچ کاری نکردن هم انرژی داره، انرژی میبره، ازت انرژی میگیره. شما مثلا رو تخت خواب خوابیدی، هیچ کاری نمی کنی، از خانواده، از دوستات حرف میشنوی که چرا تو هیچ کاری نمی کنی، چرا تو درآمد نداری. همین خودخوری ازت انرژی میگیره، افسردگی ازت انرژی میگیره. هیچ کاری نکردن خیلی بدتر از پرکاری کردنه. تو رخت خواب موندن خیلی سخته، توضیح دادن به خانواده خیلی سخته، منتظر موندن واسه رویاهای بچگیمون خیلی سخته. چرا ما نباید یک زندگی خوبی داشته باشیم؟ چرا نباید درآمدمون بالا بره؟ چرا هیچ کاری نمی کنیم؟ الان دلیل جلوتر بهتون میگم. دومین دسته از آدمایی که هستن توی کار زود پس میکشن، تحمل و ظرفیتشون خیلی پایینه، تا به یک چالشی برمیخورن، تا به یک مشکلی برمیخورن اون کار رو رها میکنن. شاید دور اطرافتون خیلی ها رو دیدین که یه کاری رو شروع کردن، با اولین مانع، با اولین چالش جمع کرد و رفت. نمیخوام جزء این دسته باشی. بچه ها ریشش تو کودکیه اینا. وقتی ما میخواستیم یه کاری کنیم خانواده میگفت نکن، با اون نرو، اون کار رو انجام نده. همه اینا ریشه در کودکیه که رو مغز و باور و ذهنیت ما تاثیر گذاشته. ترس از شکست دارن این آدما، میترسن شکست بخورن، واسه همین کارو شروع نمیکنن. خیلی ها رو دارم توی پیوی میگن آقای سیدی من میخوام این کارو شروع کنم، نکنه شکست بخورم. گفتم شما هنوز شروع نکرده چجوری میگی من شکست بخورم؟ در نهایت شما اصلا شکست خوردی، من بدترین حالتشو در نظر میگیرم. چی رو از دست میدی؟
بعدن چی میخوای به خودت بگی؟ حسرت بدتره یا تجربه کسب کردن؟ بعدن میخوای حسرت بخوری چرا من شروع نکردم؟ 10 سال دیگه میخوای بگی کاش شروع میکردم. الان 7 سال پیش اینستاگرام اینجا تو ایتا، هر چی دیر به جنبی رقیب ها دارن میان، هر چی دیر به جنبی رقیب ها اومدن جاتو میگیرن. بازار خرابه پس من سرمایه‌مو تو کار نمیذارم، این آدما اینجوری ان، این حرفا رو میزنن. ایتا بلد نیستم پس دیگه ادامه نمیدم. از این بهونه‌های خوشگل میارن، ریسک پذیریشون پایینه. دسته سوم، دست به اقدام زدن در سطح معمولی. یعنی چی؟ یه سری از آدما هستن کار انجام میدن ولی همون 0 و 1، یه روز خوبه یه روز بده، کار میکنه ولی معمولی کار میکنه، عمیق نمیشه رو مطالب، عمیق وقت نمیذاره. بزرگترین ثروتمندان جهان در روز 12 ساعت کار میکنن، هنوز که بیشترین ثروت هم دارن هر روز کار میکنن. دلیلش رو بهت میگم چرا زیاد کار میکنن و تو چرا باید زیاد کار کنی. اسلاید بعدی میگم. این دسته طبقه معمولی و یک کوچولو متوسط جامعه‌ان، شغلای معمولی دارن با درآمدهای معمولی، مسافرت‌های معمولی، ماشین‌های معمولی، همه چی معمولیه. و مورد تایید جامعه و خانواده‌ان. چرا؟ چون مثل خیلیای دیگن، مثل 95% مردمن. محافظه کارن و تو ناحیه امنشون قرار میگیرن، یک ناحیه برای خودشون درست کردن، یک حقوق آب‌باریکه برای خودشون درست کردن، دلشون نمیخواد از اونجا بکنن، دلشون میترسن از اینکه بیان بیرون اونو از دست بدن. این آدما تو این ناحیه‌ن. اگه خودتو حبس کردی تو یک ناحیه بدون که رشد رو نمیبینی، مراتب بالاتر ثروت رو نمیبینی، موفقیت رو نمیبینی، خودشکوفایی رو نمیبینی، تو همون سطح یک روزمرگی رو باید بری. محافظه کارن و ناحیه امن دارن. خطرناکه بچه، این ناحیه هم خطرناکه چون مورد قبول همه جامعه است و هیچ وقت همه جامعه درست نمیگه. و دسته چهارمی که باید تو این ناحیه قرار بگیری و تو این دوره یاد میگیری که اینجا قرار بگیری، فعالیت در حجم عظیمه، کار زیاد، کار عمیق. نه ترسی از این که داری وقت میذاری واسه کارت. چرا؟ شاید باور نکنی طبیعی ترین حالت انسان همین تلاش بیش از حده. بچه ها رو میبینین؟ یه بچه بعضی موقع ما میشینیم، ما بزرگترا میشینیم، اون بچه رو میبینیم میگیم بابا چه حوصله‌ای داره، هی از این حیات از این ور میدوه میره اون ور، از اون ور میدوه میره اون ور، این توپو میندازه تو اون حیات، از اون سم اون کار رو انجام میده. بچه بشین دیگه، چقدر تو چقدر انرژی داری. طبیعی ترین حالت انسان همینه که بچه داره اینجوری ورجه ورجه میکنه، بیش از حد داره کار میکنه. بچه ها رو ببینین، زندگی مورچه ها رو، زنبور ها رو ببینین. مورچه ها چقدر تلاش میکنن، زنبور ها چقدر میرن. در هر لحظه که ببینی در حال پیدا کردن غذا، در حال تولید مثل، در حال کارن، در حال فعالیتن. اگه تو این دسته باشی مورد انتقاد قرار میگیری. چرا؟ چون مثل بقیه آدما نیستی. چون اونا مسخرت میکنن، میگن چیه داری این همه کار میکنی، کجا رو میخوای بگیری. میخوان شما رو هم مثل خودشون کنن، چون نمیتونن جای شما باشن، میخوان شما رو به اندازه خودشون بکشن پایین. لحظه ای که شروع کنی به این کار بیش از حد و تلاش بیش از حد، دقیقا اینجایی که مورد قضاوت قرار میگیری، مسخره میشی، سنگ پرت میکنن سمتت، از هر طرف برات میباره، چون شروع کردی. اگه این اتفاق افتاد بدون داری راهو درست میری و من دوست دارم جزء این دسته باشی. مسلما شما تو دسته 1 و 2 نیستی. چرا؟ چون اونا آموزش نمیبینن. اونایی که هیچ کاری نمیکنن و زود ناامید میشن تو دسته اول و دومن، آموزش نمیبینن، تلاش نمیکنن. پس تو جزء دسته اول و دوم نیستی. بهت تبریک میگم.
اونا یا کاری نمیکنن یا سریع جا میزنن. ازت میخوام بین دسته 3 و 4 تو دسته 4 باشی. از کار زیاد مریض نمیشی، نترس، ولی از کار نکردن شما افسرده میشی. من چند وقت بود که بین دسته 3 و 4 گیر کرده بودم. یه مدت بود خیلی کار میکردم و با خودم کلنجار میرفتم و این جنگ باور رو داشتم با خودم که چیه انقدر داری کار میکنی؟ به کجا میخوای برسی؟ چرا انقدر داری تلاش میکنی؟ بس دیگه. و یه جایی متوجه شدم، کارمو کم کردم، یه جایی متوجه شدم که دیگه دارم اشتباه میکنم. اون کار زیاد وقتی میکردم همیشه حس و حالم خوب بود، همیشه اعتماد به نفس داشتم، همیشه بقیه از من به نیکی یاد میکردن، همیشه به بقیه کمک میکردم، حس و حال، انگیزه، شور و نشاط داشتم. ولی کار نمیکردم، همیشه میرفتم به سمت افسردگی، گوشه‌گیری. پس دسته 4 رو انتخاب کن. کار زیاد کن، کار عمیق کن. وقتی داری کار میکنی بعداً بهت میگم این تکنیکای فروش رو انجام بده، این تبلیغات رو انجام بده، عمیق کار کن. میری توی اتاق در رو میبندی، فقط 1 ساعت کار میکنی، میای بیرون دوباره استراحت میکنی، دوباره میری 1 ساعت دیگه کار میکنی. ازت میخوام عمیق کار کنی، عمیق کار کنی و این تو رو کمتر از 1 سال به ثروت میرسونه، به درآمدهای بالای 50 میلیون میرسونه. اینو من بهت قول میدم. فقط با من بیا جلو، قدم به قدم چیزایی که بهت میگم شک نکن به نتیجه میرسی. امام علی علیه السلام میفرماید بزرگترین تفریح کار است و من واقعا اینو درک کردم، تازه به این جمله پی بردم. و بزرگترین گناه ترس است. پس نترس و زیاد کار کن، نترس و فعالیت در حجم عظیم انجام بده. اصلا نترس از شروع. تهش چیه مگه؟ ته شکست چیه؟ اگه مسیر موفقیت رو دیده باشی، اون فقط یه چالشه، اون فقط یک سرعتگیره، اون لحظه ایه. اگه قرار بود که با یک چالش، با یک سختی ما جا بزنیم که سنگ رو سنگ بند نمیشد. پس بزرگترین تفریح کار است و بزرگترین گناه ترس است. نه ترس و کار کن. هدف گذاری. تو این جلسه ذهنیت و باور رو دوست داشتم بیشتر باهاتون کار کنم، ولی خب زمان اجازه نمیده. الان میخوام در مورد هدف گذاری بگم که چجوری هدف بچینی. اصلا هدف چیه؟ چرا ما باید هدف داشته باشیم؟ ازت میپرسم هدف داری؟ چه هدفی داری؟ هدفت از این که تو این دنیایی چیه؟ شما فرض کن ماشینتو روشن کردی، رفتی تو خیابون بدون هدف. چه حسی داری اون لحظه؟ سرگردون این خیابون، میری اون خیابون، میری اون شهر، میری اون شهر. کجا داری میری؟ بدون هدف چقدر ما سردرگم و پوچ و بیهوده میشیم. وقتی ما هدف نداریم، ارزش ذهنی برای خودمون نداریم، زندگی چه فایده‌ای برای ما داره؟ بچه ازتون میخوام هدف گذاری کنین. نمیدونم چند نفرتون الان این ویدیو رو دارین میبینین هدف مکتوب و نوشته شده دارین. الان هدف گذاری صحیح رو بهتون میگم. چند نفرتون اینجوری برای خودتون هدف گذاری کردین؟ فرق رویا و هدف چیه؟ رویا اینه که من فقط به یک چیزی فکر میکنم، دلم میخواد به اونجا برسم و هیچ برنامه‌ای براش ندارم. نه اونو نوشتم، نه تاریخ مشخص کردم، نه هیچی. ولی هدف مثل اینه که تو میخوای با اسلحت به یه سیبلی بزنی، فقط اون نقطه وسط رو میبینی و براش برنامه داری، براش تمرین میکنی. چند بار شاید بزنی اما خطا بزنی، ولی انقدر تمرین میکنی، انقدر برنامه‌ریزی میکنی و فکر و ذکرت اینه که بزنی به نقطه وسط سیبل، این کار رو میکنی. فرق رویا فقط اینه که دوست داری بزنی وسط اون، ولی براش هیچ برنامه‌ای نداری و تمرین هم نمی‌کنی. فرق هدف و رویا اینه. نحوه صحیح هدف گذاری چیه؟ امروز
یک دفتر میگیری، تمام چیزها، تمام هدفهایی که تو ذهنت و میخوای بهش برسی رو مینویسی، دونه دونه مینویسی. 3 تاشو جدا میکنی که میخوای زودتر به اون برسی، براش دقیقاً تاریخ میزنی. در چه تاریخی من میخوام بهش برسم؟ نمیدونم هدفتون چیه. یکی میگه من میخوام برم یه سفر مثلا 10 میلیون تومان هزینه داره، یکی میگه من میخوام این ماشین رو داشته باشم، یکی میگه من میخوام این خونه رو داشته باشم، یکی میگه من میخوام خانواده‌مو بفرستم یک سفر زیارتی، یکی میگه هر کس یک هدف حالا مادی داره. اینجا چون ما داریم در مورد درآمد صحبت میکنیم، من دارم هدفهای مادی رو میگم. چرا؟ چون هدفهای دیگه هم داریم تو زندگی، فقط این هدف نیست، ارزش های دیگه هم داریم. ولی اینجا من دارم از هدف های مالی صحبت میکنم که تو هدف گذاری مالی رو یاد بگیری. حداقل هدف بچه باید با جزئیات باشه. یعنی چی؟ شما نوشتی من ماشین میخوام، دقیقاً رنگ ماشین، مدل ماشین، حتی چه تو آینش مثلا شیشه ها شیشه دودی باشه، مثلا ارتفاع ماشین اینقدر باشه، با جزئیات. چرا؟ چون جزئیات احساس ایجاد میکنه. تو باید اون هدف تو رو به حرکت در بیاره دیگه، باید بهت انگیزه بده. با جزئیات هدف تو رو کاغذ مینویسی، یه تاریخ دقیق براش میذاری و اونو یا عکس میگیری یا میچسبونی به یه جایی. هر روز باید ببینیش، هر روز باید به یادش باشی. و دلیل داره این، همین که تو زمین ناخودآگاهت بشینه و هم این که اگر خواستی 0 و 1 بشی، اینو ببینی بگی من برای این دارم تلاش میکنم و اینو میخوام، الان من هدف دارم دیگه، سردرگم نیستم، میدونم دارم کجا میرم. چیزی که میخوای یا براش هدف داری یا بهونه. ببین ما یا یه چیزی رو میخوایم یا نمیخوایم دیگه، غیر این دو حالت که نیست. تو اگر بگی اما ولی منتها نمیتونم شکست میخورم و اینا، همه اینا میره تو دسته‌بندی نخواستن ها، داری براش بهونه میاری. هدف اگر داری، دقیقاً مثل یک بچه‌ای که یه چیزی رو میخواد لج میکنه، دقیقاً پا میکوبه، غلط میزنه رو زمین، به مامانش میگه باید اینو بخری برام، باید اینو بگیری، من اینو میخوام. به باباش میگه، اونا میگن بابا بیا بدیم بهش، چقدر داره تلاش میکنه براش. اینطوریه رسیدن به هدفا، تو رها نکردنه، تو ناامید نشدنه. پس یا یه چیزی رو هدفت قرار دادی یا نمیخوای که اصلا همه اینا بیهوده میشه. اگه واقعا هدف داری، اینطوری باید بیای جلو، باید براش بجنگی، باید تلاش کنی. پس هدف گذاری رو اینجوری که گفتم، اصول مهم هدف گذاری چیه؟ شفافیت و وضوح. شما میخوای از اینجا حرکت کنی، یه مسافرت بری اصفهان، قشنگ تو ذهنت شفاف و واضحه که از چه مسیری میخوای بری، کجا میخوای بزنی کنار، چند ساعت راه داری تا اونجا، با چی میخوای بری، با ماشین میخوای بری، با قطار بری، با هواپیما بری، همه چیز شفافه. دقیقاً هدفهایی که بقیه دارن هدف نیست. چرا؟ چون شفاف نیست، اون فقط یه رویاست. اگه میخوای هدف بنویسی باید شفاف باشه. بنویس، حتما مکتوبش کن. چرا که قوی ترین حافظه ها نمیتونن جای کمرنگ ترین قلم رو بگیرن. چرا؟ این کمرنگ ترین قلمه ماندگارتره. حتما بنویس. هدفت باید چالش برانگیز باشه. هدفت خیلی رویایی و دست نیافتنی هم نباشه. مثلا من ماهی 10 میلیون درآمد دارم، بیام بنویسم 1 سال دیگه من میخوام بنز و بی ام و بخرم. جوگیر نمیخوام بشی، یا اصلا این صحبت ها رو نمیکنم جو بدم بهت. من نمیخوام نه تو جوگیر بشی نه ناامید باشی. میخوام اصولی و با منطق بریم جلو. هدفت باید چالش برانگیز باشه، تو رو به حرکت در بیاره، خیلی هم سطح پایین نباشه. مثلا من ماهی 10 تومن درآمدمه، میگم ماه بعد من میخوام مثلا، ماه بعد نه، سال بعد میخوام مثلا یه گوشی 10 میلیون تومانی بخرم. اینم زیاد انگیزه نمیده دیگه. یه چیزی باشه که ارزش حرکت کردن به اون سمت رو داشته باشه. تعهد به اجرا باید داشته باشی. اگه هدفت هدف سوزان باشه، از درونت بیاد، این تعهده
ببین ما دو نوع انگیزه داریم، یه انگیزه بیرونی داریم، یه انگیزه درونی داریم. انگیزه بیرونی مثل چی؟ مثل این دوره‌ای که الان داری در مورد هدف گذاری، در مورد انگیزه، ذهنیت و باور من دارم برات صحبت میکنم. مثل یک کتابیه که خوندی، مثل یک سمیناریه که رفتی، مثل یک تلنگریه که خوردی. اینا میشه انگیزه های بیرونی. انگیزه درونی غلیان و جوشش درونته که یه چیزی رو میخوایی. هدف شهدا چی بود؟ شهدا به چی فکر میکردن که جونشون رو میذاشتن کف دستشون میرفتن؟ اونا یه انگیزه بیرونی داشتن، یه چیزی از درونشون میجوشید. این خیلی مهمه. اگه هدفت هدف درونی باشه براش هر کاری میکنی. مثلا من یکی از هدفهای سوزانم این بود که هزینه درمان پدرم رو بدم، مثلا بیمار بود، یا مادرم که آرزوی رفتن به کربلا رو داشت، اینو براش هزینه‌ش خودم بدم. این یک ارزش ذهنی برای من بود و از درون من دوست داشتم به یک درآمدی برسم که خانوادم دیگه تو سختی نباشن. همسرم دیگه یه چیزی رو میخواد نگم ندارم. اینا همه انگیزه های درونیه. انگیزه های بیرونی رو بهتون گفتم. تعهد به اجرا اینجوریه. بعد از اون کارهایی که کردی بازخورد میگیری. حالا پیچیدگی در کار داستان مفصل خودشو داره تو انواع هدف گذاری. حالا شما برید دیگه در مورد هدف گذاری کاملترشو میتونید برید دیگه سرچ کنید، چون دوره ما در مورد این نیست، ولی دلم میخواست اینا رو بهتون بگم. بچه‌ها چالش های شروع کارمون، مسیر کسب درآمد تو ایتا یه سری چالش ها داره. هر کاری یه سری چالش داره. هیچ کاری شما نمیبینی بیرون راحت باشه یا چالش نداشته باشه. همیشه اولش سخته. مثل چی؟ مثل هل دادن یک ماشین که اگر بخوای ماشینی رو هل بدی اولش باید تمام قدرت و نیروتو بذاری تا این ماشین راه بیفته. وقتی راه افتاد حالا همراهش فقط همراهی میکنی و ماشین داره میره، ولی اولش چقدر سخت بود، وسطش چقدر راحت شد. مثل حرکت یه موشکی که میخواد اوج بگیره 50% سوختشو فقط برای حرکت استفاده میکنه، یعنی نصف سوختش میره فقط نیم متر میاد بالا، بقیه مسیر رو با نصف سوخت دیگهش میره. همون قانون اثر مرکبه بود. گفتم کارهای کوچیک بعدم میشه یک نتیجه بزرگ، وسطش رها نکنی میشه این. مثل چاه آب و نقطه امن. شما یک چاه آب قدیمی رو در نظر بگیرید که با تلمبه های بادی تقریبا این آب رو میکشیدیم بیرون. ما وقتی میچرخوندیم این تلمبه رو، اول باید اون خلایی که تو لوله بود، یعنی اون هوایی که تو لوله بود رو میکشیدیم، بعد این آب سرازیر میشه. وقتی به این آب میرسیدیم دیگه خیلی یواش، اولش باید تندتر بزنی، بعدش یواشتر میزدی، جواب میداد و آب سرازیر میشد. حالا یه جایی ما وسط مسیر ول کنیم اینو، دسته‌شو ول کنیم، دوباره این آب برمیگرده و دوباره این خلأ هوا توی این لوله ها میره و دوباره بخوایم شروع کنیم باز باید به اندازه اون اول انرژی بذاریم. پس تو طول مسیر اگر شما ناامید شدی و بعد یه هفته 2 هفته میخوای شروع کنی، مثل روز اول باید انرژی بذاری. این یادت باشه که ول نکنی کارو، مثل روز اول باید انرژی بذاری. و یک نکته، هر وقت ناامید شدی این فایل رو دوباره ببین. هر وقت دیدی به چالش برخوردی میخوای کارتو ول کنی، هر جا دیدی نتیجه نگرفتی، هر جا دیدی میگی ولش کن دیگه، این فایل رو دوباره حتما ببین. و تکالیف، ذهنیت و هدف تو این جلسه تموم شد. الان میخوام یه سری تکلیف بهتون بدم. یه دفتر خیلی خوشگل برای این دوره تهیه میکنیم. کتاب‌هایی که میگم رو تهیه کنید، ولی با این کتابی که میگم شروع کنید. کتاب اثر مرکب، کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، کتاب دیوانگان ثروتساز، قدرت عادات، اینا رو بنویسید. حکایت دولت و فرزانگی، چه کسی پنیر مرا جابجا کرد،
فعلا اینا. این کتابا رو تهیه کنید، با کتاب اثر مرکب شروع کنید. همچنان که دارید این دوره رو میبینید این کتاب رو بخونید. حالا بقیه کتاب ها رو به ترتیب برای خودتون برنامه‌ریزی کنید. روزی 10 صفحه کتاب بخونید، در سال چند صفحه میشه؟ 3650 صفحه میشه. یعنی چند تا کتاب میشه 3600 صفحه؟ همینه. اثر مرکب همین کارهای کوچیکیه که بهتون میگم، دقیقاً کل کتاب همینه. ولی حتما این کتابو بخونید و کتاب‌های دیگر که گفتم. شکرگزاری روزانه‌تون رو انجام بدین. صبح زود که بیدار شدی یک دفتر شکرگزاری داشته باش. این پیشنهاد من به شما. و کتاب شکرگزاری رو هم بخونید. اینم یادداشت کنید که نحوه شکرگزاری رو بهتون توضیح میده. حالا در کنار عبادات دیگه‌ای که دارید، این شکرگزاری روزانه رو حتما داشته باشید. من تجربهشو دارم و یک حس و حال بی‌نظیری میده. صبح زود بیدار شدی، یک صفحه رو اختصاص میدی به اون روز. خدایا شکرت که یک روز دیگه به من فرصت دادی زندگی کنم. خدایا شکرت که میبینم، میشنوم، حرف میزنم، راه میرم. خدای شکرت که یه سقفی بالا سرمه. خدای شکرت که یه وسیله نقلیه‌ای دارم. خدای شکرت که من خیلی بچه‌ها ببینید الان یه دونه چشم ارزشش چقدره به نظرتون؟ یه دونه چشم. فرض کنین یک نفری که مثلا 30 سالشه 20 میلیارد سرمایه داره و یه چشمش نابینا شده. به نظرت حاضره چقدر از پولشو بده و این چشم دوباره سوش برگرده؟ به نظرت چقدر حاضره؟ خودتو جای اون فرد بذار. پس ارزش یه دونه چشمت بالاتر از 20 میلیارد تومنه. هرس نخور تو این دنیا که خدایا چرا من اونو ندارم، چرا اونو ندارم. وقتی شکرگزاری کنی نیمه پر لیوانو میبینی. به بقیه قر نمیزنی، نمیگی اون مقصر، انگشت اشارت رو سمت اون نمیبری، نمیگی دولت باید برا من کار درست کنه، نمیگی رفیقم، پدرم، مادرم باید منو حمایت کنن. فقط مسئولیت 100 زندگی تو خودت میگیری. اون جایی که مغز میره روی این که چطور من باید الان کار انجام بدم که به درآمد برسم، به موفقیت برسم. وقتی بهونه بیاری مغزت میره سمت حاشیه، دیگه دنبال راه حل نمیگرده. دوره رو رایگان به کسی نده. چرا؟ قانون بها، هر چیزی بهایی داره. هر چیزی بهایی داره. شما برای این دوره هزینه پرداخت کردی، در 5 فصل قرار این دوره رو ببینی و یکی که میاد رایگان این دوره رو میبینه، اول اینکه هیچ ارزشی برای دوره قائل نیست چون هیچ هزینه‌ای نکرد. دوم اینکه ما این همه داریم زحمت میکشیم روی این دوره و کلی هزینه با بهترین امکانات، بهترین کیفیت نور، دوربین، هزینه، تحقیقاتی که انجام دادیم، آموزش هایی که دیدیم. من خودم شاید بالای 50 میلیون تومان آموزش دیدم که این مطالب رو بتونم اینطوری براتون بیان کنم. پس لطفاً این دوره رو به کسی ندید. اگر قراره به کسی معرفی کنید میتونید کانال ما رو معرفی کنید، میتونید این دوره رو پیشنهاد کنید که بهاشو بپردازه و وارد این دوره بشه. من یادم نمیاد دوره‌ای رو رایگان دیده باشم. و تکالیف بعدی ادامه تمرین ها اینه که اینجا دیگه خودتو باید آماده رزم کنی. دیگه قرار کارو به صورت رسمی شروع کنیم. بهتون بگم تولید محتوا چیه، بهتون بگم فروش چیه، تبلیغات چیه، چه کانالی بزنید، با من بیایید جلو. و خیلی دوست داشتم که این جلسه رو اول بگیرم، با اینکه شاید ربطی به ایتا نداشته باشه، ربطی به کسب و کار نداشته باشه، خیلی روی شما تأثیر داره، روی هر کسی، روی تمام جنبه‌های زندگی. و ادامه تمرینتون اینه: چند تا از ذهنیت‌های منفی که از قبل داشتین در مورد ثروت، در مورد خودتون، در مورد کار، هر ذهنیت منفی، فکر می‌کردین چرا این نمیشه، چرا این شکست می‌خوره، هر چی داشتین بنویسین، یک جدول تی درست کنین، این سمت بنویسین ذهنیت‌هایی که قبلا داشتین و چیزی که الان تغییر کرده رو دوست دارم بنویسید. الان ذهنیتت چه تغییری کرده؟ در مورد خودت چه تغییراتی
احساس میکنی؟ در مورد ذهنیت و باورت چه تغییراتی رو احساس میکنی؟ هدفتو با جزئیات گفتم بنویس، تو یک برگه بنویس. من هدفم الان روی یک کاغذ نوشته شده است، تاریخ زده شده، با جزئیات نوشته شده، عکس گرفتم روی بک‌گراند گوشیم هم هست. اینطوری یه جایی بذار که هر روز ببینی و از ایدهات و کاری که میخوای بکنی و کانالی که میخوای بزنی، هدفی که نوشتی، با کسی صحبت نکن. به کسی نگو که من قراره این کانالو بزنم، که من قراره اینجا کار کنم و من قراره این ماشینو بخرم، قراره بعداً درآمدم اینقدر بشه، قراره این خونه رو بخرم. نگو. چرا؟ مغز باور میکنه که به اون رسیدی و دیگه اون شوق و هیجانو نداره. و این پایان اسلاید جلسه 1 بود. انشالله که این تکالیفی که بهتون دادم و به درستی و مو به مو انجام بدید و در جلسات بعد در مورد اصول اولیه ایتا صحبت میکنیم که چطور ما کانال بزنیم، ابزارهای ایتا چیه و چه اسمی انتخاب کنیم، چه بایوگرافی بنویسیم، چه ایده‌ای برای من مناسبه، تو چه حوزه‌ای من بهتره کار کنم و قراره در مورد اینها باهاتون صحبت کنم. انشالله که با هم قدم به قدم بریم جلو، جز اولین های ایتا باشیم. ارادت.